بیا تا بهت بگم مغز طلافروش ها چه جور قیمت ها رو میشنون. روزی روزگاری یه طلافروش به بنگاه ماشین میره و از اون میپرسه لند کروز چنده. او هم میگه 15 میلیارد. و طلافروش توی ذهنش میگه تقریباً 1 کیلو و 350 گرم طلا. میره برای خرید خونه و میپرسه این آپارتمان نوساز قیمت چنده؟ و در جواب میفهمه که این خونه 20 میلیارد هستش و در ذهن خودش میگه 1 کیلو و 800 گرم طلا. بعد تصمیم به خرید گوشی آیفون 17 میگیره و به موبایل فروشی میره و میپرسه قیمت 17 چقدره. موبایل فروش میگه 180 میلیون. مرد هم در ذهن خودش میگه میشه حدوداً 17 گرم طلا. تا اینجا حدوداً 3 کیلو طلا خرج کردم. در مسیر خانه خریدهای روزمره هم انجام میدهد که میشه 1 میلیون تومان. میشه حدوداً 100 سود. و این است در فکر طلافروش ها.